اینجا در خانه عبدالنصیر 35 ساله از در و دیوار درد و ناله میبارد و ساکنان آن شکایت دارند که حیات انسان در جامعهشان بی‌ارزش شده است. در بیش از یک دهه گذشته حملات انتحاری و انفجاری همواره در افغانستان از خانواده های افغان قربانی میگیرد. عبدالنصیر کارگری که روزانه 350 افغانی عاید داشت از جمله افرادی بود که در حمله انتحاری روز شنبه در مقابل شفاخانه شینوزاده در مکرویان چهارم کشته شد. او که گنگه بود و نمی توانست حرف دلش را به زبان آورد، هنگام هدف قرار گرفت که از سوی وظیفه یعنی مزدورکاری به سوی خانه در حرکت بود و می خواست که لقمنان را به وسیله بایسیکل از کار افتاده اش به خانه ببرد. خانم عبدالنصیر می گوید که با شنیدن خبر مرگ شوهرش امید را از دست داده و نگران آینده 4 فرزندش شده است. دل جگر اولاد من از خود من امروز درد داده، چی کنم این پاچایی یزیده؟ سعی کنم این اولاد چی رقم کلام کنه؟ او خوش این بیچاره چیه دستش میاد؟ خودش بیچاره سفید. این 4 تا اولاد من در میدان مانده خرچی نمیاره بده. شوهرم خود جوانیش رفت زیر خواب شد. این 4 تا اولاد من که الان شب مکتب بخوانن، درس بخوانن. مرگ نابهنگام عبدالنصیر مادرش را نیز شدیداً متأثر ساخته و به ماتم نشانده است. او میگوید که پسرش در فقر کلان شد و رنج بیشماری را دید و در حالی که همواره تلاش میکرد تا آینده بهتری را به اولادهایش مهیا سازد، به مراد نارسیده از دنیا رفت. مادر عبدالنصیر در حالی که بغض گرویش را گرفته بود، از مقامات خواست تا جلو همچون قتلها را بگیرند. این پاچایی را مردم میگن همه تو میکنن، مردم قتل کنن. تو از دلک ما و زنش و بچه‌اش اولادش خبر داری که چی حال سر ما تیر میشه. یا خوش بیدان بی زبان که هر سان از اون همه بلم سان بیدانی و بی زبانی و به احتیاجیش الهی میگم دل ما خبر شود. برادر عبدالنصیر میگوید که هنگام جسد برادر خود را در شفاخانه یافت که دست و پایش قطع شده و صورتش سوخته بود. عبدالجمیل پس از ختم مراسم خاکسپاری برادرش از خداوند خواست تا آنانی که زمینه انجام حملات انتحاری را در کشور فراهم می سازند مجازات کنند. اینا رو دیگه خداوند جزایشون بده. همین مردمایی که انتحار میکنه خودشون، کسایی که اینا رو رهبری میکنه، کسایی که اینا رو راه میده، کسایی که اینا رو به یک جای میکشانه که شما بری انتحار کنی بالای مردم مسلمان مظلوم بیچاره. با آنکه مقامات حکومت همواره گفتند که در انجام حملات انتحاری و انفجاری برخی از حلقات داخلی همکاری می کنند، اما تا حالا هیچ یک از آنان شناسایی و مجازات نشده‌اند. عالمان دین می گویند تمامی افرادی که در حملات انتحاری هدف قرار می گیرند شهید بوده و سرانجام عاملین چنین رویدادها مجازات خواهند شد. در انتحاری هر کس جان خود میده درجه شهادت از دوستای عزیز. خواستیم با اولادهای عبدالنصیر که کلانترین آن 8 سال عمر داشت صحبت کنیم، اما مادرش از ترس این که در آینده به آنان مشکل پیش نشود مانع این کار شد. خالد یکی از اطفال همسایه عبدالنصیر میگوید که مردم محل همیشه از اخلاق نیکوی نصیر به خوبی یاد کرده اند. این کاکا نصیر یک آدم بسیار آدم خوب بود. این بیچاره حال دین روز از بین رفت مرد. چی رقم ظلم از این وطن. آدم بسیار زیاد خوب بود، مزدورکاری میکرد. همین گونه یکی دیگر از همسایه های عبدالنصیر که افزایش حملات انتحاری و انفجاری صبرش را لبریز کرده گفت که تا چه زمان مردم افغانستان باید قربانی بدهند. تا کی مردم افغانستان، تا کی مظلوم ملت افغانستان، ای افغانای مظلوم تا کی رنج بکشه، تا کی قربانی بده، تا چی وقتی مردم قربانی بده. بس از بلیاز خدا، بلیاز قرآن سر مظلوم ملت دلتان بسوزانن. در حمله انتحاری روز شنبه در مکرویان چهارم که عبدالنصیر هم در آن هدف قرار گرفت 12 تن کشته و 66 تن دیگر زخمی شدند. گزارش هایی که در بیش از یک دهه گذشته در رابطه به آمار و ارقام تلفات برخاسته از حملات انتحاری و انفجاری به نشر رسیده نشان می دهد که افراد ملکی در صدر قرار داشتند. هیچ روشن نیست که چه زمان جلوی حملات خونین در افغانستان گرفته می شود و حکومت با چه طرح خواهد توانست تا کار مؤثری در این خصوص انجام دهد.